درود زیاد دوستان عزیز، امیدوارم سالم هستید، خوب هستید. به هر یک شما پیش از همه تنی صحت، روزگاری آسوده تمنا دارم. لیکن یک مسئله رو میخواهم که مطرح کنم. یک دختری اومده بود شبانه گریه و ناله کنان به در خانه من اومده بود. در دایره که گفت که باید دستگیری کرده شود تا اینه که مثلا گفت همراه مادرم یک سرپناه یابم. دو مراتب اویله‌دار شدم. البته در اونجا من سوال‌های به میان آوردم که مثلا شاید خطاگی خودت باشد، یک مراتبش مثلا جدا شدنش خیلی میگویم امر تقدیر است، لیکن دوی مراتب جدا شدنش باز ای حدی بعد در منتالیته مردم ما همین چیزم درست نمیبیاد. میگیم یک جو خطاگی است، لیکن همه وقت نباید که مردها نیز خطاکار باشند. خب چی گفتنیم امروز ما ویدیوی همون دختر رو دلیل میکنیم. برای چی رو دلیل میکنیم؟ شبانه زنگ میزنه که اکا جون نامیر من با کدوم سابشین نویس، کدوم دختره که همراهش گپ زده سابشین نویسته، گفته چیم چی کد روحید میکنم، کد روحی کرده است، این گشته کد با او روحی کرده، زلامت کرده کارتشه. در اون صورت مبلغ هایی که داشته به فکرم از همون گرفته است. چندقدر شما بی‌وجدان هستید، بعضا نفر شما چندقدر بعضا نفر شما خودانو ترس هستید، چندقدر بعضا نفر شما تنها همین دنیایتان رو فکر میکنید، دنیای دیگر رو فکر نمیکنید. گویا که برای شما خدا و رسول دیگر احکام های دینی وجود نداشته باشند. شما چی طور میتوانید که مبلغ یک نفری که معیوب خودش احتیاج دارد فند و فریب کرده به دست خودتان گیرید؟ وجدانتون میبردارد همین کاره؟ با این خاطر حوالت به خدا کدومی هستی، خدا بگذار جزایت را دهد. از این رو معذرت زیاد برای شما اگر که در دایره همون سوال ها من یکان سوالی نادرست داده باشم، برای که من پیشکی او را خبردار کردم که این کاری من نیست. لیکن وقتی که به در خانه من آمدی بی‌طرف بودن نمیتونم. از این رو خدا حافظ، باز در ارتباط و گفتگو هستیم. پیروز باشید.